این رو من درخواستم هست که مسئولین زیرک اعلام بکنند که اردن و 6 کشور خلیج فارس متخاصم هستند. اون وقت کل این 7 کشور و سرزمینشون مثل پایگاه‌های امریکا میشه هدف‌های مشروع ما، چون از زمینشون، از هواشون داره به ما حمله میشه و اینها شریکن در شهادت و جنایت به شهادت رساندن ارشد که امام شهید ما و هزاران نفر از مردم ما. اوکراین داره در پهباد وارد این جنگ میشه علیه ما. یه محموله پهبادی فرستاد به امارات. اون محموله زده شد توسط رزمندگان ما در جنگ 40 روزه که من گفتم کاش که خود زلنسکی هم که اون موقع در امارات بود میزدن. الان باید این پیام رو با اوکراین بدیم که اگر شما اقدام دیگری در رابطه با پهپادها برای این کشورها بکنید و یا خود امریکا، هم زرادخانه هم مقر خودت هدفهای مشروع ما خواهد بود و میتونیم اونها رو بزنیم. اونها شعار زمینی رو دادن، ما امکان زمینی رو داریم و اونها ندارند. امکان زمینی این هست که ما یکی از پایگاه‌های امریکا رو بریم و بگیریم. این امکان به راحتی در عراق، در کویت و در بحرین وجود داره. اقدام ما به این امر علاوه بر این که مقدمات نظامیش رو رزمندگان ما فراهم میکنند و اینها حامیان خودش رو هم خواهد داشت. در عراق هم برای پایگاه‌های امریکا در عراق این حامیان هستند و وارد میدون میشن، هم برای کویت یعنی جمع عظیمی از مردم عراق وارد میشن اصلا. بنابراین من گمان میکنم که اشغالی که از پایگاه‌ها گرفتن 200 اسیر و عرض شود به خدمتتون که اشغال اون پایگاه کاملا امریکا رو خلع سلاح میکنه به اینکه بخواد جنگش رو در واقع ادامه بده.